سلام، علی محمدی هستم از سایت سامانچوب. میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد طراحی توی کابینت سازی بهتون بدم. همونطور که میدونید یکی از قدم‌های اصلی و مهمی که ما باید برای عقد قرارداد با مشتری و گرفتن مشتری برداریم داشتن یه طراحی قبل از انجام کاره. خب همونطور که میدونید اگر ما طراحی رو به مشتری ندیم، مشتری توی ذهن ما نیست که دقیقاً بدونه که ما چه نظراتی توی ساخت کابینت داریم، نحوه چیدمانمون به چه سبکی هست و به چه مدلی باید کارشون رو انجام بدیم. و اگر ما طراحی مناسب و خوبی ارائه بدیم به مشتری، یک قدم خیلی مهم رو برداشتیم و نظرمون رو به صورت یک طرح سه‌بعدی ارائه کردیم به مشتری. یکی از معضلاتی که خب توی صنعت ما وجود داره همین بحث طراحی و طراحایی هستن که دارن این کار رو انجام میدن. معمولا طراحی که توی صنف ما دارن کار میکنن به طور معمول هیچ اطلاعی در مورد نحوه اجرای کابینت ندارن و فقط در واقع کسی هستن که به کامپیوتر مسلط هستن، میتونن طراحی رو خوب انجام بدن و با اصول کار کابینت سازی آشنا نیستن. خب این یه معضلی هست که خب نمیدونن دقیقاً جانمایی صحیح به چه صورتی هست، همون رو درست انجام بدن. ممکنه طرحی که به شما ارائه میدن طرح اشتباهی باشه و اصلا قابل اجرایی نداشته باشه و یا معضلاتی مثلا کنار هم بودن سینک و گات رو داشته باشیم. از طرفی اگر این مشکل رو کنار بذاریم، مشکل بعدی که وجود داره در نحوه ارائه هست که در چه مدت زمانی به شما ارائه میکنن. اگر ما توی مرحله اول که همون مرحله ارائه نقشه مشتری هست تأخیر بکنیم، خب مشتری چون با روند کار آشنا نیست و نمیدونه که این کار رو طراح داره انجام میده و این تأخیر از جانب تیم طراحی بوده که ما به بیرون واگذار کردیم هست رو، این تأخیر رو از جانب ما میبینه و یک امتیاز خیلی منفی برای ما در نظر میگیره و این دیدگاه براش وجود میاد که وقتی برای طراحی اینقدر زمان نیاز دارن و با تأخیر دارن یه طراحی رو به ما ارائه میکنن و چطور میتونن کابینت ما رو در اسرع وقت انجام بدن. معضل بعدی که توی این قسمت طراحی وجود داره ویرایش کردن کاره. ممکنه که مشتری طرح رو ببینه و نیاز داشته باشه که یه جابجایی توی طرح انجام بشه و شما وقتی به طراح دوباره مراجعه میکنید که این کار رو براتون انجام بده با یه تأخیر حداقل 24 ساعتی ممکنه یا 48 ساعت به شما ارائه بکنه و این ارائه طراحی مجدد با تأخیر همونطور که گفتم یک امتیاز خیلی منفی هست. از طرفی هم بعضی از دوستانی که طراحی انجام میدن با همونطور که گفتم نحوه چیدمان آشنا نیستن. نیاز هست که شما بشینید قبل از کار یه چیدمان و طراحی دستی رو انجام بدید، براشون بفرستید یا براشون توضیح بدید که اون ایده شما رو به صورت سه‌بعدی در بیارن و ممکنه توی این انتقال اطلاعاتی که بهشون داشتید و طراحتون داشتید دچار اشتباه بشن و چیزی رو متضاد با اون چیزی که شما نظرتون هست رو بکشن و به شما ارائه کنن. ما توی مجموعه سامانچوب بحث طراحی رو داریم انجام میدیم و به دوستان و همکارانمون خدمات ارائه میکنیم. همونطور که توی از تصویر محیط هم معلوم هست و تصاویری که پشت سر من هست، اینجا دقیقاً جایی هست که ما طراحی رو انجام میدیم. دوستان طراح من اینجا هستن و کار طراحی رو انجام میدن. خب برای اینکه کار طراحی انجام بشه نیاز هست که شما یه عکس از محیط رو برای ما ارسال بکنید به اضافه اندازه ها، چون ما خودمون حدود 13 ساله که کار اجرا رو داریم انجام میدیم و توی صنعت کابینت سازی هستیم. دقیقاً میدونیم که با دیدن یک تصویر کافیه که خودمون چیدمان رو انجام بدیم. نیازی نیست که شما یک زمانی رو بذارید برای ارائه چیدمان به ما و خودمون یک چیدمان مناسب رو براتون ارائه میکنیم و معمولاً به این صورت بوده که چیدمان هایی که و طراحی که ما ارائه کردیم 90% نیاز به تغییراتی نداشته از سوی مشتری‌ها. من اینکه حالا مشتری سلیقه خاصی رو داشته باشه و نظر خاصی رو بخواد دنبال بکنه، خب توی اون
ما تغییر میدیم ویرایش رو، یه ویرایش جدید بهتون میدیم و سعی میکنیم در اون زمانی که اعلام میکنیم که معمولا به صورت 24 ساعت، یعنی شما طرحی که به ما میدید ما 24 ساعت بعد یک طرح تریدی رو به شما ارائه میکنیم و طرح رو براتون با تلگرام یا حالا با ایمیل براتون ارسال میکنیم. اگر دوست داشته باشید میتونیم پرینت رنگی رو براتون پست بکنیم یا نه، فایلی که به شما ارائه میکنیم قابلیت پرینت رو داره و میتونید به مشتریتون ارائه بکنید. یا ما نحوه کاری که انجام میدیم خب قبلش توی اتوکد کار انجام میشه به صورت فایل اجرایی هست و اگر نیاز داشته باشید ما اندازه روی طراحی میتونیم به شما ارائه بکنیم که هم کارتون رو بتونید چک بکنید و بسازید، هم گفتم دیگه قابلیت پرینت 3 بعدی داره که شما میتونید کارتون رو به صورت 3 بعدی پرینت بکنید و رنگی ارائه بکنید به مشتریتون. در آخر این رو میتونم بهتون بگم که اگر شما طراحی رو به ما بسپارید، مضاف بر اینکه طراحای ما خودشون مسلط هستن به کار و کار رو طراحی میکنن، نظارت دیگه هم وجود داره. من و همکارانم نظارت میکنیم به نحوه طراحی و نحوه چیدمان و یک طراحی خوب رو بهتون ارائه میکنیم و در حداقل زمان ممکن براتون کار رو انجام میدیم و اگر کارتون نیاز به ویرایشی داشت اون رو هم به سرعت براتون انجام میدیم که بتونید سریعتر به مشتری ارائه بکنید و بتونید برای کارهای بعدی و گام‌های بعدی که عقد قرارداد هست کارتون رو انجام بدید.